به نام خداوند مهربان، بینندگان عزیز و ارجمند، باز هم نهایت خوشوقتیم که فرصت به ما دست داد که در مقابل شما عزیزان قرار بگیریم و با شما سلام و علیک بگوییم و همچنان برنامه امشب را که سه‌شنبه شب است بر شما پیشکش کنیم. ما اولا از شما متشکریم و ممنونیم که ما را به خانه های خود دعوت کردین و امیدوار هستیم که ما امشب بتوانیم یک میمان خوب برای شما باشیم. خوب، البته امشب ما مطالب بسیار خوب و دلچسبی بر شما تهیه کردیم که امیدوار هستیم مورد علاقه شما قرار بگیره و همچنان میبینیم که فرزانه جان بر شما چی دارن. لطفاً به گفتار فرزانه جان توجه کنید که امیدوار هستم میکروفونش درست کار کنه. بینندگان عزیز، خانم های محترم، سلام ها و محبت های خدا خدمت هر یک از شما تقدیم می کنم. در خلال گفتگوها و گفت و شنودهایی که ما در سابق داشتیم و مصاحبه ها، امشب در استودیوی جهانی نور در پروگرام جهان زن ما افتخار میزبانی یکی از ممثلین ورزیده، هنرپیشه معروف و سابقه‌دار تئاتر افغانستان و سینما و رادیو تلویزیون داریم که به ما واقعا جای نهایت خوشبختی و افتخار است که ایشان انیسه جان وهاب سمیر می باشند. انیسه وهاب در ششترک کابل تولد شدند. 7 ساله بودند که کارهای هنری خود از برنامه‌های اطفال رادیو شروع کردند. 8 ساله بودند که در نمایشنامه عاطفه نقش اول را اجرا کرده و جایزه اول هنری همان سال را نصیب شدند. انیسه وهاب در بیشترین نمایشنامه‌ها، فیلم‌های هنری، نمایشنامه‌های تلویزیونی و نمایشات رادیویی نقش‌های عمده را بازی کردند. سفرهای زیاد هنری داشته و مدال‌ها و تقدیرنامه‌های از داخل و خارج کشور به دست آوردند. جمهوری ازبکستان به این هنرپیشه فوق‌العاده دیپلم در رشته تئاتر گودی اهدا کردند. در تاجیکستان هم نمایشات زیاد اجرا نموده که حایز چند تقدیرنامه گردیدند. در سفرهایی که به کشورهای ژاپن و امریکا داشتند، دستاوردهای زیاد به دست آورده، مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را از سوی ارگانهای فرهنگی و هنری افغانستان به دست آوردند. انیسه وهاب امین اکنون در اداره نمایشنامه‌های دری رادیو تلویزیون افغانستان به صفت مامور رسمی مشغول به کار هستند. انیسه جان عزیز، بسیار ممنون هستیم. یک جهان از تشکری شما تشکر میکنیم. تشکر، زنده باشین. ما اولتر از همه سلام های خدا خدمت بینندای نازنینی که امیال ما و شما را میبینن تقدیم میکنم و بعدا از شما جهان سپاس که مرا دعوت کردین به این برنامه خوبتان. افتخار از ماست که شما یه تشریف آوردین. با این وقت زیقی که داشتین باز هم شما وقت گرانبهایتان به ما دادین، بسیار تشکر میکنیم. قابل یادآوری است که امشب به صورت استثنایی ما تلفن را باز گذاشتیم و میتونیم که در حدود یک 3 تا 4 تلفن از علاقمندان خانم انیسه جان اگر خواسته باشن میتونن تلفن کنن و ما میتونیم 3-4 تلفن بگیریم. البته بعد از سوالایی که ما میکنیم از خانم انیسه جان وهاب و همچنان باید بگوییم که ما میخواهیم که چیری از اینا برای تمام شاید زیادتر افغانای ما که در خارج هستند، در افغانستان هستند، صدای ما را بشنون، چیری ناشنا نیست. شاید جوانای ما مثلا ناشنایی داشته باشن، مگم آل هم آشنا میشن که افغانستان تئاتر داشت،
سینماها داشت، اکتریس ها داشت و هنرپیشه ها داشت. خوب فرزانه جان، شما سوالایتان از خانم وهاب. امی که شما گفتین شما به اسم انیسه وهاب معروف بودین، حالا میگین که یک سمیر داخل وهاب اضافه شد. امی در کدای قسمت اول معلومات بتین. خب به یک حساب این سوال شخصی هست، فامیلی هست. ما ازدواج کردیم و به می خاطر آل انیسه وهاب سمیر شدیم و شوهرم شفیع سمیر نام داره که اونا هم در رادیو تلویزیون ملی افغانستان وظیفه دارن، نویسنده هستن، گرداننده برنامه هستن و اداره یک دفتر بهوده دارن از نمایشنامه دریره. چقدر خوب که شما هم مسلک و به اصطلاح هم قدم پیش تبریکات میرین ما در را یک قبول کنین و البته جای تشکر. بسیار خوشی است و افتخار. خوب، شرایط کار انیسه جان در حال حاضر در افغانستان برای خانمای هنرمند مثل شما به چی حال می باشه؟ فعلا خب مشکلات زیاد داره خانما در افغانستان. منتها زمینی کار برشان مساعد است و علاقمندای زیاد در این رو ما داریم، اما متاسفانه که فامیلای از اونا جرات نمیکنن که در این شرایط مثلا دختر خدا یا خانم خدا یکی از اعضای فامیل خدا بانه که اونا بین به این رو قدم بگذارن، چون یک اراس در دل از اینا هست. به او خاطر ما یک ذره از طبقه اوناس در قسمت سینما تئاتر کم داریم. حالا شما چی چیز سبب شد که شما به یاد ما بفتین در اینجا و یاد افغانای مهاجرتان یاد کنین؟ همیشه در خاطر ما هستین. ما یک سفر هنری داشتیم جانم. البته این سفر ما یک فستیوال بود که ما دعوت شدیم و یک نمایش داشتیم به نام آن سوی آینه که این تئاتر ما البته زیادتر حرکات است و صحبت نیستش دیگه. به او خاطر این مشترک امرای هنرمندای امریکایی یک جای نمایش مشترک بود و فعلا هم در همیشار دوام داره نمایش. بله، شما از طرف مملکت امریکا دعوت شدید، بله درست است؟ بله، بسیار خوب. از طرف تئاتر باند استریت. باند استریت بسیار بسیار تاریخ تئاتر 11 و 12 و 18 جون در سان فرانسیسکو از خوب. ای شما که اینجا آمدین انیسه جان در تئاتر اما تماشاچیان امریکایی هستن؟ امی چند نمایشی که تیر شد هنرمندایی که کتی ما بودن گفتم که اونا امریکایی بودن و ما یک کمکی اگه بگویم که پیش از اونا کم آمدیم به خاطر که تماشاچی ها زیادتر امریکایی ها بودن و افغانای عزیز ما متاسفانه کم بودن. نمیفهم یا خبر نشدن یا کم علاقه شدن. فکر نکنم که مسئله کم علاقگی باشه، حتما مسئله بوده که امی قسمت میدیا درست در این قسمت زیاد فعالیت نشان ندادن، اکثریت خبر نشدن. اینال افغانای عزیز و مهربان ما، هنردوست ما خبر میشن که یک خانم محترم و هنرمند افغان ما قدم رنجه کردن به امریکا آمدن. لطفاً به نمایشات از اینا برین و اینا در مقابل امریکایا سرشان بلند میشه که افغان ما آمدن. خوب، شما میخواین که یک لاین بگیرم یا خواهش میکنم بفرمایید. دوستا لاینا شروع شده مگر دوستای نازنین چی سوال دارن، چی میگن؟ بفرمایید. پروگرام جهان زن روی خط هستین. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین جان، شما جان؟ زنده باشین. لطفا دوستم شما را از ویرجینیا زحمت میدم. بفرمایید. بسیار برنامه دوست داشتنی و آمدن انیسه جان وهاب خیر مقدم میگم. تشکر نازنین. اینا برام ایش آمدن یا مهمانی بباشین، مثلا برنامه را شروعش ندیدم. خب خیر. و دوم دیگه از انیسه جان وهاب یک سوال داشتم که امید جان برادرش و
خانم برادرش قمرجان، اونا در کجا زندگی میکنن؟ وقتا خب پیش از جنگ ها و گپا اینا در مکرویان بودن. اگه بر من کم معلومات بده و خواهر قمرجان سعیده که من بسیار او میپالم، اینا در کجا زندگی میکنن؟ خب جوابتان از تیوی بشنوین. بله ببخشید، از میدیا جان من یک سوال شخصی خصوصی دارم، میشه گوشی رو بگیرن یک ثانیه؟ بله بفرمایید. بله درست است، شما امشب در پروگرام میتونین که بشنوین. درست است؟ خواهش میکنم. خب بیبی قند سلام های مرا قبول کنین. ما برای دائمین آمدیم، یک سفر 40 روزه داشتم که تقریبا یک و نیم هفتهش باقی مانده. پس دوباره به خیر به افغانستان میرم. و سوال دیگه شما که برادرم حمید جان و خانمش اونا هم دمی امریکا زندگی میکنن، منتها در واشنگتن ست، و همشیره قمر جان در پاکستان زندگی میکنن. خوب این شما بخوام از شما یک سوال شده که جواب نه می سوال جواب شمی. شما زیادتر ترجیح میتین که شما روی صحنه تئاتر کار کنین یا ای که زیادتر نمایشنامه ها یا ای که در فیلم اکت کنین؟ یعنی با شما که هنرمند هستین چی رو زیادتر ترجیح میتین؟ خب وقتی که جانم موضوع هنر آمد، بله. بر ما اگه بگویم شما ایره قبول بکنین، من بر شما واقعیت میگم، تمثیل در سینما، در تئاتر، در پشت پرده تلویزیون و رادیو بر ما یکسان است، همش دوست داشتنی است. یعنی شما کلش دوست دارین؟ بله. یعنی کدام ترجیح نمیتین که جان نه. شما تاله چند فیلم مثلا نقش داشتین؟ والا تقریبا اگر بگویم که در حدود یک 30 فیلم یا 20 چند فیلم، برازی که من فیلم ما کمتر بودن نسبت به نمایش های تلویزیونی ما و کارهای رادیویی ما، کارهای سینمایی ما کمتر بودن. و شما از این تمام کارهای هنریتون کدام فیلم یا کدام نقش شما در کدام تئاتر همیشه بر شما، این خودتان بیس هنرمند از او راستی خوشتان آمده و بر شما یک خاطره خوش میاره؟ تشکر جانم. ما از تئاتر اگه براتون بگویم که ما پیشتر اینام لطف کردن گفتن که ما طفل بودم، نقش اول برای ما داده بودن در نمایش عاطفه و او یک نقش بچه بود. بر ما بسیار مشکل بود، منتها در بین چندین بچه ها برنده همون نقش ما شدم که او را هم به اثر تشویق استاد هدف ما این نقش بازی کردم و راستی که بسیار پر خاطره بود. دمون ما جایزه اولم گرفتم. خدا ببخشه احمد ظاهر، او آوازخانه که تا حال آوازش جاودانه مانده و همگی علاقه به آوازش دارن، اونا هم در استیج آوازخان سال شدن و من در پالوی از اینا من هنرمند در قسمت تئاتر هنرمند سال شدم و او بسیار پر خاطره بود. و از نقشای دیگه که ما در سینما بازی کردیم، ما نقشی که در فیلم اولاد کار کردیم، امو میگه خب چون دیگرها خوش کردن و ما کار میکنم به خاطری که بیننده ها ببینن و ذوق از اینا، به ذوق از اینا، چون اونا خوش کردن امو مورد پسند ما هم از، گرچه که یک خوشی بسیار ظالم بوده نقش ما خودم اوتو نیست شما نمیزیبه در افغانستان هم باور کنین همه گمی سوال میکنن، چون نقشای ما زیادتر نقشای جدی بودن و من خودم بسیار برعکس آرام بدیم. وقتی که به شهر و بازار برای سودا میرم یا از دوستاک میبینم میگه خودت نیستی، چرا راز موفقیت چرا این رقم نقش تو بازی کردی؟ حتی بعضی کسای تو آزرده وارم میشه. باز من میگم خود نقش است، من یک هنرمند هستم، باید همون نقش بازی بکنم.
با اجازه شما یک لاین بگیریم. خواهش میکنم بفرمایید. لاین بفرمایین پروگرام جهان زن روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. بفرمایین. پروگرام جهان زن بفرمایین روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. بله سلام سر. سلام سلام خوب علیکم. هستین؟ شما خوب هستین؟ زنده باشین. و همشیره کلانم یا خوراک بزرگم انیسه جانم سلام خود تقدیم میکنم. تشکر. و در این زنده باشین. پروگرام علیک. را که شما اجرا کردین در سان فرانسیسکو بسیار موفق بود. قربان و شما. دیگه شما گلگی از افغانا کردین موجودین چک چکا کردین. تشکر. در فیلم کایکرانر هم که شما را در سان فرانسیسکو ما دیدم. این دیگر نشانیش. این در هتل کورد مریاد که شما معرفی شدیم. درست. اینا خب ببینید گلگی کردین مگر ما گلگی تو سر چشمای ما خواهش میکنم زنده باشین. شما را خوش کردم بسیار قربان موفق شما. بودین. میگه آدم از دوست خود گلگی میکنه. خواهش میکنم تشکر. آدم از دوست و عزیز خود گله میکنه. تشکر شما از عزیزای تلفن شما. دل ما هستین. شما را تشکر. شما بسیار موفق هستین. قربان شما. فقط انا تبریک میگم. قربان شما. افتخار به ما تشکر. دادین. لطف بسیار کردین. تشکر. پروگرام جهان زن بفرمایین روی خط هستین. بله سلام. سلام خوب هستین؟ بفرمایین با خانم انیسه وهاب. لاینشان فکر میگم قطع میشه. پروگرام جهان زن بفرمایین روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. بفرمایین. بله لاین شما قطع و وصل میشه. بفرمایین. خیلی لاینشان مشکل قطع داره. پرابلم فکر میکنم. تلفن بگی بعد از وقتی گوشه آمد ببین که لاین چی شد باز پس خب ما شما مشوق شما در ایرا کی بود؟ در ایرای هنرتان یکی استعداد خودتان مشوقتان بود؟ فامیل من، بله. پدرم خوب. و برادر. چه فامیل پدر و بسیار برادر روشن. شما مشوق بله. شما بود. بله. این جای نهایت خوشی و افتخار است که ما میشنویم. شما چی مشکلات زیاد روبرو شده این وقتی که شما خواستین که دمی عرصه پای بانین و پیش برین؟ خب با وجودی که پدر و برادر من علاقه داشتن مرا تشویق کردن، اما بعضی از خویشاوندا و دوستای دیگه علاقه من به این کار من نبودن. منتها من مبارزه کردم تا به حال و وقتی که من ازدواجم کردم همین قول بر شوهرم بر من داده که تا وقتی که خودت علاقه داری، تا وقتی که میخوایی ممانع کار هنری تو نمیشم و یک مشوق بسیار خوبه در پولی من حال فعلا شوهرم هست. بسیار خوب. جای نهایت بسیار خوب. خوشبختی است که ما میشنویم آقایان افغان قدر مثلا خانما را حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. ببخشین گپا میزنیم که من با شوهرم و خوشویم زندگی میکنم و خوشویم که مادرم است، سه خانم بی نهایت مهربان است. برعکس و من میشنیدم سابقا که مثلا بعضی کسا میگفت که من باید تنها زندگی بکنم یا به حساب خشور بر آدم یک رقم معرفی میکردن. اما بر من بسیار خوشیم، یک خانم بسیار مهربان است، خانم بسیار روشن است و همیشه تشویق میکنن. حتی روزی که من نخواهیم وظیفه برم میگن وظیفه برو و پرچای ما به بسیار خوشی به تلویزیون میبینن، تشویق میکنن و در این قسمت من خود راستی واقعا بسیار خوشبخت احساس میکنم برای که من امت یک کس میخواستم و وقتی که من بسیار دیر عروسی کردم به می خاطر که اوتو کس من نمیدیدم که مرا امت درک بکنه با می هنری که دارم، با می خوی خواصی که دارم، با این شخصیتی که دارم. اما خوشبختانه که شوهرم و فامیلش، خوشبختانه تمام فامیلش حالا درک کردن و من راستی خوش هستم ازشان، احساس بسیار خوشی میکنم. ما بسیار بر شما تبریک میگیم و امرای شما یک جای خوش هستیم. لاینای ما پر است، حتما بسیار آرزو دارن صحبت کنن. پروگرام جهان زن بفرمایین روی خط هستین. بله سلام علیکم. سلام علیکم. ساعتون خوب از جور هستین؟ زنده شما باشین. خوب هستین؟ انتظار خوب هستین؟ ساعتون خوب از جور هستین؟ تشکر جانم، تشکر. شما چطور هستین؟ فامیل خوب است؟ میشناسیم
از کانادا؟ بله خدا معرفی کنین جانم. یا جان نیستین؟ حتما. چطور هستین یا جان عزیز؟ صحت صحت خوبه؟ شما، فامیل خوب، جانتان جور، خیال دارین؟ تشکر. قربان شما. این برنامه اینا لطف کردن، یک وسیله شد که اینم عزیزای ما پیدا کردم، میرم همراهشان صحبت میکنم. من خود شما رو نمیبینم، صدایتان هم میشنم، اما شما اونم رو میبینید. تشکر. در عالم دوری شما رو و همه فامیلم میبوسم جان. بله یا تقریبا یک ماه میشه، یک ماه میشه که آمدیم و در آخر برنامه عزم دارم که پیش امید جان برم اونا را ببینم. که رفتی امید جان سلام بود از طرف ما. دیگه حتما امروز تشکر. حتما به تماس میشیم. بخیر، خواست خدا بود انشالله. تشکر از مهمان نوازیتان. تشکر. 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 تشکر عزیز دلم. تشکر. خداحافظ شما. پروگرام جهان زن بفرمایید. روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. بله سلام علیکم. سلام علیکم. اول خدمت شما میره جان و فرزانه جان من سلامای خود عرض میکنم. خدمت هنرمند محترم ما انیسه جان ما. تشکر. لطف کردین آقای محترم. سلامای خود خدمت شما و فامیل شما لطف کردین. بعد از بسیار دیر ما یک وقت طفل بودیم که به پرده سینما شما رو میدیم. بله. و امروز باز هم در مثلا میباشیم از کانادا صحبت میکنم. عمر اورنگ هستم. و من پارسال یک سفر داشتم در کابل و مدت یک 10-15 دقیقه ما شما به تلفن صحبت کردیم. مرخانه قیاسی صاحب برادر شما همونجا به شما تلفن میکردم. خب صحبت ها خصوصی نشه. من فقط های شما رو میخوایم. سفر خوشبخت براتون میخوایم. تشکر جانم. سوال داشتم. شما آینده ممثلین زن افغان در افغانستان و خارج افغانستان چگونه میبینید؟ فقط همین. تشکر و از برنامه زیبای شما یک جان ممنون. تشکر بسیار. لطف کردین آقای اورنگ. شب خوش. تشکر از لطف شما، از محبت شما. شرایط هنرمندای زن در افغانستان گفتین در آینده. خب اگر مجادله همین ما هنرمندا باشه انشالله که امیدوار کننده هست و میبینین که آل امکانات از این است که هنرمندا سفرهای داشته باشه، مشترک با دیگه هنرمندای دیگه جایا برنامه های داشته باشه دیگه. به این خاطر ما امیدوار هستم که بخیر آینده های خوبی تمام هنرمندا در پیش روی داشته باشه. بسیاری ما دعای ماست. کلگی سمی اما یک چیز شما هم سوال میکنین؟ سوالم عزیز که خوب شما امریکا آمدین و امریکا را دیدین، امرایتان چی خاطره میبرین؟ ما امرای ما خاطره خوش و بسیار جالبه که هیچ وقت فراموش من نمیشه از شما افغانای عزیز و هموطنای عزیز ما هست که راستی هر کدامی که خبر شدن محبت بسیار زیاد کردن که ما هیچ وقت و لحظه نمیتونم که محبت فراموش بکنم از هر کدام شما باعث یک هنرمند سر همه ما حق دارین. ما کل ما از مطبوعات هستیم و کمک میکنیم. اگر ما امرای هنرمندای خود اونا را احترام نکنیم، اونا را عزت نکنیم و خوش آمدید نگوییم، پس نسل نو ما چطور میتونن بفهمن که ما هم گذشته در افغانستان داشتیم؟ و از او لحاظ است که ما میخوایم یک سرمشق خوب شویم برای جوانای افغان خود که اونا بفهمن که ما عزت میکنیم و احترام میکنیم، اونا هم از ما یاد بگیرن. دیگه ما خوش هستیم که باز هم این موقع به ما پیش آمد که ما یک تلفن دیگر هم میگیریم چون نظر به ضیقی وقت. پروگرام جهان زن بفرمایید روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. بفرمایید روی خط هستین. کله بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
تشکر. شما خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. اول خو ما انیسه جان ماندن ببین لاین قطع میشه. لاینتان قطع شد. لاین شما قطع شد. ما بازم پروگرام جهان زن بفرمایید روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. سلام علیکم. سلام علیکم. من فیروز هستم از مینسوتا، با شما هم صحبت هستم از ایالت مینسوتا. بسیار خوشبخت هستم که ما بعد از بسیار دیر بعد انیسه جان وهاب میبینم در پاری تلویزیون و از جهان زن و از تلویزیون نور یک جهان تشکر که موقع مساعد ساخته که ما انیسه جان اینجا میبینیم. البته من نمیفهم که انیسه جان مرا به خاطر نداره. ما در پانتون کابل چندین سال قبل وقتایی بود که ما همین مسائل هنری پانتون کابل پیش میبردم. انیسه جان یک دو دفعه امروز ما همکار شدیم و از جمله آجی کابران بود. ما تقریبا بسیار سال میشه که البته آمدیم امریکا هستم، اما بازم بسیار خوش هستم که انیسه جان صحتمند و خوشحال و خوش خندان میبینم. چرا تقریبا 30 سال فکر میکنم و 28-30 سال که ما انیسه جان ندیدیم. شما خود معرفی میکنین برای انیسه جان، شاید که شما را بشناسن آقای محترم. ما اصلا اسم فیروز است. تخلص در مل میکردم اون وقت پانتونی کابل. ما خودم نویسنده بودم، دایرکتم میکردم اکثر نمایشات پانتون اکثرش بوده داشتم و در مسائل هنری پانتونی کابل همکاری داشتم و همچنان در اون وقت همراه بعضی کمک ها همراه آجی کامران و همراه رادیو تماس داشتیم. منتظیات کارهای هنری ما در چی بود؟ در پانتونی کابل بود و وقت ما ساجده و شرط باشم دیگه تقریبا 12 سال سر استیج گذاشتندیم و وقت نوشتم میکردم، دایرکتم میکردم، تمثیلم میکردم و از دوستای سابق ما که وقتا همراه ما کار میکرد قدیر دانش بود و عمر جان محمد ایدری. من نمیدونم که اونا کجا هستن. همراه فی فضلی هم تماس داشتیم که نمیدونم فی فضلی کجا هست، زنده است، جور تکلاس. و ما یک سوال داشتم از انیسه جان. مطلب بالای پروگرام های که تلویزیون هایی که از افغانستان پخش میشه، خصوصا تلویزیون آریانا، ما یک پروگرام های تمثیلی نمیبینم که مثل سابق یک پروگرام های تمثیلی باشه. اکثرا کاپی فیلم های هندی یا درام های هندی را میارن در لابلای پروگرام خود. آیا امکانش نیست که مثل سابق یک داستان های دنبالدار یا پروگرام هایی که تمثیل کننده کلچر افغانستان باشه او را تمثیل کنن توی از لابلای پروگرام خود؟ آیا این موقع مسائل نیست یا نمیتونن که این پروگرام ها را درست کنن؟ یعنی این سوال از انیسه جان داشتم. دیگه یک جهان تشکر. خوش و خورم باشین. سفرتان خوش میخوایم در امریکا و سفر خوش پس بر افغانستان بخیر خوبی بره. زنده باشین جانم. تشکر. اعتراض که ما خود در تلویزیون ملی هستم، در تلویزیون آریانا نیستم. تلویزیون ملی داره نمایشنامه خود داره و ما داستان و درام رادیویی بود که فعلا ما او را تازه ثبت نمی کنیم. امو سابقهاش تکرارا نشر میشه، اما در پالوی از او هفته یک روز ما یک برنامه داریم رادیویی که به نام در امتداد شب است که او هم عین شکل مثل داستان و یا درامای سابق وار است که راستی به مو شیوه نوشته میشه، به مو شکل تمثیل میشه و زیاد شنونده داره. اما به خاطر که برنامه تلویزیونی میگین، تلویزیون ملی هستم و ما از جایی که بخیر رفتم بازم کوشش میکنیم که نوآوری داشته باشیم و نمایشنامه خوبی از خود ما داشته باشیم. بسیار خوب است. میخواین یک لاین دیگر هم بگیرین؟ این لاین آخر ماست. پروگرام جهان زن بفرمایید روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. بله سلام. سلام علیکم. من میخوایم سلامای شخصیت خدا در انیسه جان برسانم. البته انیسه جان وهاب همراه گروپشان در روز 24 می
که در کالسپیت وارد یک مجلس برشان گرفته بود اونا رو ملاقات کردم. البته بسیار خوش شدیم. فوق‌العاده یک پروگرام بسیار خوب بود و ما میخواهیم که تشویق کنیم تمام هموطنان ما را که در این پروگرام حصه بگیرن و از این پروگرام مقبولشان دیدن کنن. البته نه تنها او افغان پالشان با آقای قیومی رئیس کالسپیت وارد هم در اونجا حاضر بودن و با گلها یا اینا را تقدیر کردم. انیسه جان و دو همکارشان که خصوصا از افغانستان آمده بودن و بعد از او به یک نان شب با هم سپری کردن. دیگه باز هم خوش آمدید میگیم و خدا کنه که در آینده اگر میاین خصوصا همون گروپ بانکی ادارکینا را آورده بودن. یگانه مشکلی که داشتن به خیالم بودجه بود که نتونستن بر افغانای ما اعلانات خود به تلویزیون های افغانی ما بتن. از به خاطر این مشکل بود که زیادتر افغانای ما نتونستن از این با خبرشان. دیگه بازم موفقیتشان رو میخوایم. خدا کنه که با این هم بیایم و موفق باشن. تشکر از شما هم از لطفتان، از آمدنتان در نمایش و از دعوتی که در هتل دعوت کردین. زیاد تشکر. و ما پیشتر یک گلی بسیار دوستانه داشتم از افغانای عزیز خود که اونا راستی هم گفته شما اعلان نشده و بسیاری خبر نداشتن، تازه خبر شدن بعضی کسا دیگه به او خاطر. خب بینندگان عزیز، قصه ها زیاد است و متاسفانه لینا پر است و ما نمیتونیم نظر به که وقت ما کم است و همچنان انیسه جان هم جای دعوت هستند و از اون لحاظ ما پروگرام تغییر دادیم وقتش که اول با اینا با پای صحبت بشینیم و بعد از اون ما پروگرام تلفن دیگرم برای آخر بار خیر یک جواب بتین. پروگرام جهان زن بفرمایید روی خط هستین با خانم انیسه وهاب. سلام علیکم. سلام علیکم. فرزانه جان سلام به شما و همکار شما و تمام پروگرام جهان زن. تشکر. زنده باشین. بله بفرمایید میشنویم شما را. بسیار خوب. من میخواستم برای انیسه جان که از دوستایش هستم اگر تلفن آواز دارم میخواستم امرایش یک کلمه صحبت کنم. بفرمایید. تشکر. بفرمایید جانم. سلام. خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ جانتان جور است؟ زنده باشین نزنین. کی؟ بسیار ببخشید. نه نمره تلفن شما را بر من نداده بودن عزیز دلم. منتها گفته بودن که اینجا تشریف دارین. متاسفانه نمره را میشه که شما پرسان کنین. نمره تلفن بر من نداده بودن. خوب شد که صدای شما را شنیدم. شکر که جور هستین. خوش باشین. خدا نکنه. تشکر. شما خوب هستین؟ سلامت نازنین. تشکر جگر جان. تشکر نازنین. تشکر. قربان شما. خدا نکنه. زنده باشین. فقط ببخشین نمبر تلفن همیجا بگوین یادداشت کنن. باز ما انشالله که شما گپ میزنم. بله اینجا میگم که یادداشت ما یادداشت کردیم. این اخی از ما شما خداحافظ. اینجا شما نمره رو بگید. ما گرفتیم نمره. گرفتیم؟ بله نمرهشان نگرفتیم. تشکر از تلفن شما. تشکر عزیزم. تشکر. خوب انیسه جان باز هم خوش آمدین و ما افتخار دادین. بسیار تشکر. لطف کردین. خدا کنه که باز هم شما را در آینده ببینیم. حتما بخیر. خواست خدا باشه. و من به نهایت خوش شدم که شما را از نزدیک دیدم و پروگرام ها رو میتونید در افغانستان ببینین. بعض دوستای دیگه اینا بله دیدن و لطف کردن. خوش شدن از دیدن من. دیگه بازم از شما بسیار تشکر. تشکر. افتخار از ماست. قربان شما و امیدوار هستیم که بخیر شما کدام سفر طرف ما داشته باشین که ما و پروگرام ما را در افغانستان میتونین ببینین. هر خدمتی که از دست ما مثلا پیش بیاید برای هنرمندا و بزرگای مثل شما ما از او دریغ نمیکنیم. باز هم تشکر. خواهش میکنم. بینندگان عزیز حالا با یک بریک کوتاه میریم و پس دوباره
بینندگان بسیار گرامی برنامه جهان زن، خوشوقت هستیم که برنامه جهان زن از هنگامی که شروع و پخش پروگرام های خود نموده مورد توجه بینندگان قرار گرفته و از آن حسن استقبال کردند که تلفن ها و ایمیل ها و نامه های بینندگان اگر خودستایی تلقی نشود گواهی این ادعای ماست. پروگرام جهان زن قصداً برای انعکاس نظر بینندگان محترم خود تلفن به صورت لایو یا زنده ندارد، البته به صورت استثنایی مثل امشب، زیرا گفت و شنودها و مفاهمات ساعت معدودی را که ما برای پخش پروگرام جهان زن تهیه می‌بینیم به درازا می‌کشاند و برنامه‌های اصل ما را به تعویق می‌اندازد. بنابراین ما به آنچه از راه ایمیل و تلفن به صورت پیغامگیر و مکتوب‌ها از بینندگان عزیز دریافت می‌کنیم اکتفا می‌کنیم و از نتایج کار و مساعی خود خوشنود هستیم. مکتوب‌های بینندگان عزیز بعضا از طریق پست برای ما مواصلت می‌نماید، اما متاسفانه ما نسبت به ضیقی فرصت باز هم قادر به خواندن تمام مکتوب‌ها و نامه‌ها برای شما عزیزان نیستیم، مگر امشب که یک نامه‌ای را که یکی از بینندگان گرامی ما به نام خانم سریا احراری که دکتر هستند از شهر اریزونا برای ما فرستادند که با کم دستکاری برای شما می‌خوانیم تا مطالب مفید و آموزنده‌ای که ایشان در آن گنجانیدن ناگفته نمانده باشد. با عرض امتنان و تشکرات قلبی از این نویسنده توانمند و سپاس فراوان از نظریات و انتقادات سلیم و آموزنده‌شان نامه خود را چنین آغاز کردند: به نام ایزد پاک، خواهران گرامی مهری البرد و فرزانه بیان، گردانندگان موفق پروگرام جهان زن در تلویزیون جهانی نور، با عرض سلام به شما و بینندگان برنامه شما. در یکی از پروگرام های پرمحتوای شما عزیزان، مهریه جان شما رو یکی از مطالب انگشت گذاشتید که روی احساس و عواطف این خواهر شنونده شما اثر عمیق گذاشت و آن انتقاد بود از عمل ریشخند و یا نیشخند که در بین ما افغانا به شیوه یک تفنن و یا تفریح رواج دارد و هستند خانواده ها و یا خانم هایی که این کار ناستوده و غیر انسانی را به شیوه یک ساعت تیری از زنهای بد لباس و یا بد قیافه به باد ریشخند میگیرند و به اصطلاح مردم کابل بالای او لغاز میخوانند. خاصتا بعضی‌ها از این شیوه گفتار و کردارشان نه تنها لذت میبرند بلکه احساس افتخار هم میکنند. من به حیث یک دختر افغان از این شیوه حرکات سبک خواهرانم در محافل، پیکنیک ها و در مجالس عروسی و غیره سخنهای شنیده و ژست های دیدم که یادآوری آن خاطره ها قلب مرا لبریز از تأثر می سازد. خواهران عزیز، این ریشخند زنان بیخرد و نادان که این وجیزه را فراموش کردند که میگویند اگر زنبور عسل نیش میزند خودش هم متعاقباً میمیرد. خواهران عزیز، آنانی که مردم را به تمسخر میگیرند و به شکل و صورت و یا قد و قواره آنها متلک میپرانند، در نظر من این کار ابلهانه‌شان مانند سنگ است که به دیوار شیشه‌ای قلب‌ها پرتاب می‌کنند و آن را مانند دانه‌های مروارید پاشان نموده و به زمین می‌ریزند، غافل از این که مالک دلها خداوند عالمیان است. چطور این بیخردان این خانه مقدس را خرد و خمیر می‌سازند؟ افسوس و هزار افسوس از این کار جاهلانه و طفلانه این دلقک‌های مجلسی که به خاطر سرگرمی و خنده دیگران خواهران و برادران هموطن و همدین و همکیششان را با اشارات و کنایات مورد تمسخر قرار داده و به این وسیله می‌خواهند یک نوع تفوق و برتری برای خودشان در مجالس کمایی کنند. غافل از این که از این کار سفله‌شان اگر چند تا خواهر خوانده و یا بیگانگان را در آن محفل می‌خندانند، از سوی دیگر آنها زنا و دختران مؤدب و عاقل که در نزدیکی آنها قرار دارند و این حرکات مضحک تمسخر کنندگان را به چشم می‌بینند و سخنان پوچ آنها را میشنوند،
از این دست دختران و یا خانمان بی‌ادب نفرت نموده و شخصیت این استهزا کنندگان را زیر سوال می‌گیرند. دوستان عزیز، من خود خاطره های از این قماش زنها با خود دارم، اما در این مختصر نوشتارم نمیخواهم آن را افشا سازم و از اینکه شما در خلال پروگرام جهان زن از آن یادآوری و به بعد انتقاد گرفته اید، جهان سپاس از شما. پیام عاجزانه من به این دسته مردمان، چی زن و چی مرد و چی دوشیزه، این است که تا با مردم بخندند اما به مردم نخندند و با آنها ریشخند نکنند و نیشخند نزنند. انسان ها زشت و زیبا آفریده شدند، با قد و قیافه های متنوع به دنیا آمدند و خلق شدند. لذا با مخلوقات آفریدگار تمسخر کردن گناه عظیم را مرتکب شدن است و پروردگار پاک عالمیان در کتاب مقدسش قرآن کریم مسخره کردن امنوان از طرف امنوش را گناه عظیم شمرده و جزای بزرگ را در روز محشر برایش مقرر داشته است. بنابراین انسان ها بایستی در زندگانیشان کوشش کنند تا در عوض تمسخر انسان ها و هموطنانشان در راه آمیزش و معاشرت نیکو با همه کس و رفتار و پندار نیک توجه داشته و حتی بیگانگان را با محبت به سوی خود جلب کنند و خاطره نیک را به مردم به یادگار بگذارند. امیدوار هستم که این نامه را در پروگرامتان بخوانید و محبت قلبی مرا به جمله بینندگانتان برسانید. چنانچه در اخیر میگویند که حضرت سعدی میفرمایند تازه جوان ز سر ریشخند گفت به پیری که کمانت بچند. پیر بخندید و بگفت ای جوان چرخ تو را نیز دهد رایگان. یک گفتار بسیار نیک دیگه از حضرت سعدی است که میگویند که البته یه طرف خودم است، کسانی که بد را پسندیدن ندانم از نیکی چی بد دیدن. راستی واقعا زیباست. ما امرای دکتر سریا هراری یعنی گفتگو کردم، واقعا خانم بسیار فهمیده و دانسته و ما تشکر میکنیم از همکاریشان و همکاری های آیندهشان از اینا خواهش میکنیم و امیدوار هستیم که به درد دلی که ما از اینا گرفتیم ما باز هم با شما در آینده از این گفتارها همزبان شویم. خب حالا میریم به سر صحت. در هفته گذشته چون وقت ما هم کم مانده، در هفته گذشته ما راجع به یک پروگرام نو قدم برای صحت با شما ها به اصطلاح با شما حرف زدم و امشب ما یک فیلم گرفتیم که البته اکتریس فیلم خودم هستم و شوهرم فیلم بردار. شوهرم اکتور است. نه، شوهرم فیلم بردار و همچنان این فیلم به صورت عملی ما به شما نشان میدیم که چه قسم شما قدم بزنین که درست از قدم زدن خود استفاده کنین، چون گفتیم که بین قدم زدن و راه گشتن فرق میکنه. خب ما توجه شما را به از این فیلم جلب میکنم. لطفاً ببینین که چی چیز مهم است و خصوصا همه استرچ که میکنین و امیدوار هستیم که همه شروع کنن به قدم زدن و ما تلفن ها گرفتیم. لطفاً با ما به تماس شوین و ما در خدمت شما هستیم. خب میریم فیلم میبینیم و در هفته آینده باز هم صحبت میکنیم. سر از فردا بر یک هفته شما 15 دقیقه قدم میزنین و البته امیدوار هستیم که از این تمرین بدنی استفاده نهایت کنین.
بینندگان عزیز، سلام های گرم خود را از شهر زیبای والنت کریک از لارکی پارک به شما تقدیم می کنیم. خب در این قسمت پروگرام ما به شما نمایش میدیم که چه قسم شما بدن خود را برای تمرینات ورزشی آماده بسازین. چنانچه که میدونین برای هر تمرین بدنی شما باید اول بدن خود را آماده ساخته و بعد از او شما شروع میکنین بر یک تمرین بدنی. اگر این کار نکنین مثل زیست که یک موتر شما در هوای سرد چالان میکنین و موتر در هوای سرد دوباره توقف میکنه. از او لحاظ است که این وارم اپ ها یا استرچ ها فوق العاده برای ورزش ها یعنی مفید است و اگر شما این کار نکنین متاسفانه به مو قسم باید شاید شما از تمرینات خود استفاده نکرده بلکه ضرر هم میرسونید. خب در این قسمت ما بر شما نمایش میدیم که برای قدم برای صحت چگونه شما تمرینات کنین. در قسمت اول ما استرچ ها را در قسمت بالای بدن نشان میدیم. شما باید این در نظر بگیرین وقتی که شما قدم میزنین. این قدم زنن تنها برای پاهای شما، برای سورین کمر یا وزن شما را کم نگاه نمیکنه بلکه بر تمام وجود شما مفید است، بر قلب شما، بر شش شما و جریان خون زیاد میسازه و جریان خون البته اکسیژن و تمام بدن میرسونه. خب ما شروع میکنیم برای استرچ ها یا وارم اپ ها برای قدم برای صحت که امیدوار هستیم توجه شما را داشته باشین. البته ما در بعض اوقات مجبور هستم که میکروفون بگذارم و چون این یک فیلم است که توسط دستگاه تولید نشده لازم از شما خواهش میکنیم که اگر کدام کمی و کاستیمی باشه ما را به بزرگیتان ببخشید. در قسمت اول ما استرچ میکنیم به قسمت بالای یعنی بدن. شما میبینید در این قسمت ما دست ها را هر دو دست شما میتونین که به طرف مثلا بالا کش کنین و این به این قسمت بدنتان فوق العاده مهم است. و همچنان دیگه که بسیار مهم است شما دستایتان محکم گرفته و کوشش کنین که به طرف چپ و به طرف راست ای استرچ کنین که البته برای کمر شما بسیار مهم است. و چیزی که بسیار مهم است که باید دستای خود به صورت آزاد یعنی شما حرکت بتین. دست شما به صورت آزاد باید حرکت کنه و همچنان شانه های شما هر دو شانه این حرکات به انجام برسونین چون شانه ها باید یعنی تو محکم و به اصطلاح استف نباشه چون برای خود شانه نقص میرسونه. و همچنان بسیار مهم است که وقتی که شما این وارم اپ ها را میکنین یا استرچ ها را شما میتونین در خانه ای کارا را کنین و قبل از اینکه میخواین برای قدم زدن از خانه بیرون شوین وقتی که در خانه هستین در پلوی یک چوکی باشین و کوشش کنین که اگر در بیرون هستین در یک پارک از درخت یا یک جای محکم بگیرین، خصوصا اگر شما مثلا ضعیف هستین یا کهنسال شما به هر رقم میتونین خانم و آقایان محترم قدم بزنین و شما میتونین امرای واکر قدم بزنین، شما میتونین امرای چوب دست قدم بزنین، شما میتونین امرای امو استیک قدم بزنید که ما او را بر شما نشان میتم تا چند لحظه بعد. و ایناله به قسمت پایین شما این استرچ را میکنین. این استرچ را قبل از اینکه شروع میکنین باید بین 5 تا 10 دقیقه شما باید استرچ کنین. باور کنین قدر فایده داره که شما شاید تعجب کنین از فایده ازی. خوب آله لطفا توجه کنین به قسمت پاهای ما. در این قسمت شما پاهایتان باید حدود مثلا 1.5 فیت از هم مثلا جدا باشه و از چوکی محکم میگیرین و پایتان 10 دفعه به طرف چپ و 10 دفعه هم به طرف راست شما حرکت میتین. و همچنان برای قسمت پایین پاها شما میتونین که پا را حرکت بتین، یعنی دور بتین به طرف راست و به طرف چپ 10 بار
و امی کارا همه کارا را 10 بار شما مثلا انجام بدین بسیار آرامی میکنین در وجودتان. و چیزی بسیار که مهم است و او عبارت از است که استرچ که میکنین برای این استرچ برای سیاتیک، کسایی که سیاتیک دارن فوق العاده مهم است. خب در این استرچ شما پای مثلا اول پای راستتان پیش میمانین و بعد از او دستان سر زانویتان گرفته خود به طرف پیشروی تمایل میتین و میبینین که سیاتیک نرو احساس درد و او میکنین و ای استرچ میکنه سیاتیک نرو و برای پشت و کمر شما فایده زیاد میرسانه و امی کار به پای چپ انجام میتین و باور کنین که از این استرچ فوق العاده شما احساس آرامی و خوبی میکنین. خوب حال ما استرچ ها را کردیم و ما تشکر میکنم از خانم های دیستریک که تمامی استرچ ها را به ما نشان دادن. حالا میریم به چی رقم ما قدم بزنیم. چنانچه گفتیم قدم شروع میکنیم از هفته اول 15 دقیقه، باز هر 2 دقیقه ما به این اضافه میکنیم بر هر هفته. در هفته هشتم ما میتونیم 30 دقیقه بدون وقفه قدم بزنیم و ایره ما به خود اجازه را بدیم که از امی قدم زدن ها برای صحت خود استفاده کنیم، چون البته ما چنانچه که میفهمیم جان نگاه کردن فرض است. خب در این قسمت ما میبینیم در از این که چگونه ما قدم میزنیم. قدم اول که میزنیم باید دستا به صورت آزاد حرکت کنه. بسیار مهم است خانم و آقایان محترم که دستای شما در وقت قدم زدن باید آزاد حرکت کنه و یعنی به بدنتان چسبیده نباشه. در قسمت دوم ما پاور واک میکنیم، یعنی دستا بدن نزدیک و شما میبینین که ما زیادتر تیزتر میرم و در 5 دقیقه آخر پس دوباره دستا حرکت میکنه به صورت آزاد و ما چی میکنیم؟ آستا آستا در 2 دقیقه آخر اما قدم زدن آیسته میکنیم و ختم میتیم. و لطفاً چون من مایک نمیتونم امرای خود ببرم، ما میکروفون میگذارم و شما لطفا توجه کنین به حرکات ما و بعد از اون ما با استیک قدم میزنم. کسایی که مثلا بالانس خود نمیتونن بگیرن بسیار مهم است که با استیک بگردن یا با چوب دست. خب در این قسمت شما توجه شما را میخوایم به از این که ما چه قسم را میگردم. خب خانم و آقایان محترم دیدین وقتی قدم زدن باید پشتتان راست باشه، الاینمنت وجودتان درست و زناقتان هم به طرف روبرو نگاه کنین. خب این حال من استکرها را بر شما نشان میتم. شما میتونین که استکرها را از جای سپورت به دست بیارین و امروی زیرا گشتن بر شما بالانس میته. خب لطفا توجه شما را میخواهیم. تشکر.
بینندگان عزیز، استیکرها را شما میتونین به سایز و قد و قامت بدن خود ادجست کنین و چنانچه گفتیم شما میتونین این استیکر یا چوب های مخصوص قدم زدن از هر جایی که مثلا وسایل سپورت میفروشن به دست بیارین. خوب، امیدوار هستیم که توجه شما را داشته باشیم و امیدوار هستیم که این برنامه را شما یعنی همراه ما یک جای تعقیب کنین. ما تشکر میکنیم و بر صحت شما فقط و فقط صحت و کامیابی شما در زندگی است. البته ما تشکر میکنم از خانم هایدی استریک که مرا کمک کردن این پروگرام پیش ببرم و همچنان از شوهر خودم یایا جان البرت تشکر میکنم که در قسمت فیلم برداری به ما کمک کردن. خوب، تا هفته آینده شما را به خداوند میسپارم. خوب بینندگان عزیز، خدا کنه بر شما خدمت کرده باشم. روزم روز فوق‌العاده شمال بود و مشکل بود. به هر صورت قبل از اینکه پروگرام خاتمه پیدا کنه فقط میخواستم بر شما بگویم که وقتی که شما شروع میکنین به قدم زدن بسیار مهم است که شما باید سینیکرها یا کرمچای مخصوص قدم زدن داشته باشین. مثل این اگر ببینین این کرمچ البته تلیش بلندتر است نسبت به قسمت پیشروی و این برای پشت شما بسیار جد مهم است، چون اگر شما کرمچای فیشنی تلی نازک میپوشین و متاسفانه نه تنها بر شما مثلا مفید است بلکه ضرر هم میرسانه. و همچنان وقتی که بر قدم زدن میرین لطفا امرایتان یک فنی پگ می داشته باشین که داخل از شما یک تلفنتان هم میگذارین و همچنان یک دستمال و کسایی که شکر دارن باید حتما امرایشان یک پاور بار باشه، چون شکر دفعتا سقوط میکنه و یک بوتل آب و ایده میگذارین و همچنان پول خورد همیشه چیزا کار میشه و ما همیشه یک اشپلاق دارم، چون اشپلاق زودتر صدا میرسه شما در وقت خطر نسبت به اینکه مثلا قدم میزنین اشپلاق و دستان است. و خصوصا کسایی که مثلا کهنسال هستن، ضعیف هستن و نمیتونن یک چراغ و همچنان سند بلاک بسیار مهم است. از خانه بدون نه ایره دی ما بین از این نمیمانین. ایره پیش از پیش برویتان میزنین یا با پایتان و همچنان یک کارت که دی کارت همیشه همراه ما است، امرجنسی کارت است، دی نام خدا نوشته میکنم، امرجنسی تلفن نمبر. چرا آیدی خدا نام همراه خود نگید؟ بعد از اینکه آیدی شما نشته کردگی نیست که شما الرژی دارین یا نه. شما اگر الرژی دارین مقابل هر نوع دوا نوشته میکنین امرجنسی نمبرتان و ایره دمی باکس میمونین و امی فنی پگ در دور کمرتان بسته میکنین و بخیر میرین بر سپورتتان. خوب بینندگان عزیز، خدا کنه از پروگرام امشب ما خوشتان آمده باشه و ما باز هم در هفته آینده کوشش میکنیم که از شما بشنویم که آیا قدم زدن شروع کردین به صورت جدی و ما هر هفته راجع به قدم زدن برای یک 3 تا چند دقیقه یا 5 دقیقه میگیم که شما مجبور شوین قدم بزنین و راستی ما به شما به صحت شما و به خوشی شما علاقه داریم و ما اینجا هستیم در خدمت شما. شب خوش برتان میخواهیم و هفته خوش برتان میخواهیم. تا هفته آینده شما را به خداوند میسپاریم و شب همه خوش و باز هم تشکری میکنیم از خانم انیسه وهاب و همچنان از دکتر سریا هراری که امرای ما کمک کردن. تشکر. خداحافظ شما. تا هفته آینده. خدا نگهدار.
چی حالت دختی کم شو چی خوری دیده این گل صبح